سلام دوستان عزیز، نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل را با خبر و گزارش‌ها از رفزانه زمستانه ترانسفری منظورتان می‌گردانیم. نخستین سخنم این است که سروان دسته خوجند دوران ارگاشف که با مربیان تیم ملی به قول ساز نمی‌گرفت و به منتخب هم دعوت نمی‌شد، قرار کرد که با سرمربی نوی خوجند میلان میلوانویچ هم کارهایش برار می‌گیرند. از این رو شرطنامه‌اش را با عقوبان با یک سال دیگر تمدید کرد. یک بازیگر دیگری که انیق در صف خوجند چون بازیگر اساسی می شود، این شهرت شانازرو است که بعد 2 سال برآمد اجاروی اخیراً بازیگر کامل حقوق کلوب فوتبال خوجند گردید. همزمان از دسته عقوبان ساحلی دریای سیر خبر دادند که سرمربی دسته میلان میلوانویچ علاقه استاد کاری خود را تشکیل کرده است. شامل این استاد کاری مربی کلان شریف زیایف، مربی دروازه‌بان‌ها یوگنی تایکویچ بوده. دسته هم با امید آن است که خوجند سر از موسم جاری اخیراً از بحران برآمده میتواند. گپی دیگری گفتنی از فضای فوتبال تاجیک البته که به استقلال دوشنبه داخل دارد. قهرمانی فعلی تاجیکستان از نخستین ترانسفر خویش در سال 26 خبر داد. این ترانسفر هم نوشت شرطنامه کاری با حمایتگر تیم ملی کشور علی جان کرامت‌الله است که بازیگر به دست برگشت و پس از 2 سال احساس خواهد کرد که قهرمان بودن در تاجیکستان چگونه است و همچنین طریق استقلال میتوان به سبقت‌های باشگاهی کنفدراسیون فوتبال آسیا رفت. استقلال همچنین با حمایتگر منوچهر سفروف شرطنامه را تمدید نمود. این سازشنامه کاری به طور رمزی تا آخر موسم نوین مهلت داشته. بنا به معلومات صحیفه باشگاهی، استقلال از باقی ماندن سفروف در صف این دسته سخت خوشنود است. یک کار دیگری قابل دقت به دسته نوی شمس‌الدین قاسموف ربط دارد. این هم حاصلات فرخار است که با بهترین نشانزنی لیگ یکم تاجیکستان نظرالله اشورعلی‌زاده شرطنامه امضا کرد. اشورعلی‌زاده که موسم گذشته در هیئت تیم دوشنبه یا خود دسته چارلی در 25 بازی به زدن 33 گل دست یافت، این موسم در لیگ عالی باید کاری کند که حداقل بهترین گلزن در تیم فرخار شود. یک تغییرات کادری دیگر در فوتبال تاجیکستان این اعلان شدن نام سرمربی نوی سردار است. دسته از شهر ترسونزاده با تعیین رستم خوجایف به حیث سرمربی اخیراً آدم خودی را از حصار همسایه مربی گرفته. رستم خوجایف باشد پس از دایر کردن بازی خانگی در و با چشیدن مزه دانه افتاپرست میتواند خود را به زودی به خانه به حصار هم رساند. منچستر یونایتد باشد بعد از آنکه با سابق بازیگر خویش دارن فلچر علاقه از ادامه رقابت در جام انگلیا وقتی بازی با دسته دوم برایتون محروم شد، تقدیر سرمربیگی را به سابق بازیگر دیگرش سپارید. این هم مایکل کاریک است که تا آخر موسم جاری با دیوان سرخ در میدان باید که گپ زن شود. گفته می شود که ایده تعیین کردن اول گونر سولشر را به حیث سرمربی رهبران یونایتد رد کردند، زیرا مربی نروژیایی میخواست که اصلاحات همه جانبه را انجام دهد که آن هم سالها دوام میکرد و بر رهبریت باشگاه موافق نبود. چطور میدانیم رهبران یونایتد مثل مالکان ارسنال آنقدر پرطاقت نیستند که به جایزوی را 3-4 موسم دیگر طاقت کنند. از این رو در یک مربی دیگر آوردند که جایزه هم نشود، جبران پولی برای مربی حتما می شود. ولی مایکل کاریک که خودی است در صورتی برعکتر از کار رفتنش ممکن که آن میلیون ها جبران پولی را هم نگیرد، زیرا آدمی خودی را فریب کردن به قول 2 کرات 2 است. گپ خبر از لندن باشد آن است که تاتنهام هاتسپور با توماس فرانک به حال زار روبرو شده است. این تیم هم چند پیش مثل منچستر یونایتد در جام انگلیا شکست خورد و در پرمیر لیگ انگلیا هم وضعیتش آنقدر خوب نیست. از این رو در روزنامه زمستانی تیم لندنی قرار کرد که برای مربی هندکی هم باشد دستی کمک ها دراز کند. کانر گالاخر انگلیس را برای عوض 40 میلیون یورو از اتلتیکو مادرید خریداری کردند تا در ادامه موسم وضعیت را تا جایی توانند درست کنند. نیم حامدری 25 ساله باشد در نوبت خود با تیم وطنی شرطنامه 5.5 ساله بسته. در قیاس به نفران دیگری آمدگی به تاتنهام باور دارد که این دسته باز هم یگان جایزه گرفته میتواند. ولی همزمان از صف تاتنهام هاتسپور دیرکتور ورزشی این تیم فابیو پاراتیچی رفته و سر از ماه فوریه
کارها را در فلورانسیا با فیورنتینا دوام می‌دهد. کاری فابیو با دسته دیگری بحرانی از ایتالیا پس از محکم شوی روزانه زمستانه ترانسفری شروع گردیده باید یادآور شد که سال 23 پاراتیچی وابسته به ویرانکاری‌های مالیوی در یوونتوس با مدتی 2.5 ساله از کارهای فوتبالی محروم شده بود، ولی 2 ماه پس چطور میگویند تقاعد آن دو دیگر باره به کارهای فوتبالی شروع کرد. همچنین لیورپول هم این زمستان از ترندهای ترانسفری قفانمان هم گفته سربلندانه در مورد یک خریداری نوین در سال نو اعلان نمود. این مورد سرخوان برای عوض 1 میلیون پوند استرلینگ مورتال از دسته امیتی کشور افریقایی سنگال خریداری کردند. ندای دفاعگری منتخب سنگال U18 بوده و صفی مرسی سایدی ها باشد. دفاعگر سنه 6 ینور زمانی درآمدن به سن 18 سالگی همراه شد. یک کار دیگری قابل دقت را در بازار ترانسفری زمستانی زنبورها از برندفورد انجام دادند. این تیم بر عوض 10 میلیون یورو جمع علاوه پولی‌ها حمله‌ور 18 ساله بریوگ فورو را شامل تیم کرد. کای فورو با همین از چمپیونات بلژیا و پرمیر لیگ انگلیس آمده بازیگر منتخب بلژیا U21 شرطنامه 5.5 ساله بست. این موسم فورو 5 بازی در چمپیونات بلژیا گذرانیده، 1 گل هم به ثمر رسانیده است. ولی این 1 گل که برای فوتبال انگلیسی نهایت کم است، آن را باید در وطنی فوتبال 2 و 3 و 4 نمود. در اسپانیا باشد اگرچه در ریال وابسته به باخت در جام اسپانیا از کیم کدام دسته لیگ دومی ماتم و غمگینی است، در بارسا باشد برعکس خرسندی و شادی است. دسته لاپورتا نه تنها با سوپر جام شادمانی ها دارد بلکه همچنین خرسند از آن است که دفاعگر پرتغالی ژائو کانسلو را دیگر باره شامل تیم کرده توانست. چند پیش اگر سراسیموار کل عکس و نوارها را اویدی آمدنی کانسلو به بارسا از رسانه ها تازه کردند، ولی این نوبت الکای پرتغالی در دسته یمال با پورگی جایش را پیدا کرد. ژائو کانسلو از تیم الهلال سعودی طریق اجاره تا به آخر موسم جاری آمده. از برای این اجاره کاتالانی ها 4 میلیون یورو هم پرداخت کردند. از برای بازیگری 31 ساله اگر 4 میلیون تنها برای اجاره داده باشند، پس میتوان گفت که بارسا را دیگر نه قرضها حساب میدهند و نه نبود جایزه ها غم میدهند. در ایتالیا روم به قول دیلوگاردا پیدا کرد و در بازار زمستانی 25 میلیون یورو مصرف نمود. ریمی ها بر عوض 4.1 از 100 میلیون یورو از الیمپیک مارسل حمله‌ور 18 ساله رابینیو واسا را خریداری کردند. شرطنامه با بازیگر تا سال 2030 بوده. الیمپیک در وقتش این بازیگر را سال 24 همگی بر عوض 200,000 یورو خریداری کرده بود. رابینیو 14 بازی در لیگ یکم گذرانیده، 4 گل هم به ثمر رسانید. 4 گل با خیر و از همه مهم انتظام این برزیلی مثل انتظام وینیسیوس و بازیگران دیگری ریال نباشد که هر مورد بعد از برایش مربی عوض کردن گیرند. یک دسته دیگری شهری روم که زمستان در برابر روما در بازار چخانی نشان دادنی است، لاتزیو میباشد که بر عوض 16.85 میلیون یورو از آیاکس کنت تیلور را خریداری نمود. نیدرلندی 23 سال از دسته آمستردام این موسم 15 بازی در اردیویزی گذرانیده، 4 پرتافت گلی با آمار گرفته است. خلاص که دسته ساری با گرفتن این استعداد جوان از کشور آسیاب‌های بادی و زمینی لالگی باید که دست به پیشتازی ها زند. یک گزارش نهایت جالب البته در ایتالیا آن است که باشگاه ایتالیایی آتالانتا در سامانه رسمی خود اوید امضا کنی شرطنامه دائمی با حمله‌گر جاکومو راسپادوری از اتلتیکو مادرید اعلان کرد. حمله‌گر در تیم نوش پیراهن رقمی 18 را انتخاب کرده است. حمله‌گر 25 ساله ماه آگوست سال 25 از ناپولی به اتلتیکو مادرید پیوسته بود. در دوره فعالیتش در اتلتیکو این حمله‌ور 15 بازی انجام داده، 2 گل و 3 پرتافت گلی با آمار گرفته است. در مجموع بازیگر ایتالیایی 424 دقیقه در میدان بوده است. شرطنامه راسپادوری با باشگاه شهر مادرید تا سال 2030 مهلت داشت. طبق معلومات سامانه ترانسمارکت ارزش بازاری حمله‌گر 22 میلیون یورو می باشد. در کشور تامین کننده صفت باشد اربا لیپزیگ 5.1 میلیون یورو دو بازیگر 19 ساله سلیمان سنی را از دسته ترنچینا خریداری کرد. شرطنامه برزگاوان با بازیگری جوان تا سال 31 مهلت داشته. در صف تیم اسلواکی بازیگری نیگریوی الکای 40 بازی گذرانیده و 5 مرتبه گل هم زده است. لیپزیگ که در جدول بوندسلیگا با اشغال زینه سوم 4 گل کمتر از دورتموند و 15 گل کمتر از باواریا دارد، از این پس نیتی تلاش باز هم بالاتر رفتن را میکند.
همزمان باید قید نمود که سابق دفاعگری چلسی کورت زوما که یک زمان اگر یادتان باشد به خاطر غم دادن گربه خود پیشک سخت ملامت هم شده بود، این زمستان کلاً بیکار ماند. او دسته چفر کلوژ رومینیا را بعد آن ترک نمود که در 5 ماهی بودنش آنجا همگی 4 بازی گذرانیده است. باشگاه رومینیا و بازیگر 31 ساله بعد این حالت ننگین البته که با قرارداد طرفین شرطنامه را قطع کردند. فرانسوی البته که امکان دارد در روزهای ماندگی روزانه زمستان‌های ترانسفری در راه یافتن تیم نوبتی دست به کار شود. نقطه آخرین قابل بررسی از عالم ترانسفری این تحریم شدید فیفا بالای دسته دروازه‌بان منتخب فوتبال تاجیکستان رستم یتیموف است. فیفا وابسته به قرضهای ترانسفری رستوف این تیم را از خریداری بازیگران و فروش آنها در مدت 3 سال محروم کرده است. تحریم ترانسفری از روز 13 ژانویه مورد عمل قرار گرفته تا تابستان سال 27 رستوف عملیات‌های ترانسفری انجام داده نمی‌تواند. سبب آن است که باشگاه در حجم 4-5 میلیارد روبل قرضدار بوده، حتی میتواند از اشتراک در پریمیر لیگ روسیه هم دست کشد. با اشغال زین 11 و 21 سال در 18 بازی رستوف بر آن است که نزد تیم اورگوایی پنیارول از برای ترانسفری رودریگو سراویا قرضدار بوده، آن را باید قسماً پرداخت می‌نمود ولی تا حال هم نسپرده است. خلاص که رستوی رستم یتیموف وابسته به آنکه وضعیت ناجور مالیوی را پس سر می‌کند باز از جانب فیفا تحریمات ترانسفری گرفته است. این حالت می‌تواند هم به نتیجه رستوف و هم به تقدیر بعدی رستم یتیموف در این تیم تأثیری سخت رساند. در صورت از اشتراک در پریمیر لیگ روسیه دست کشیدن رستوف امیدواریم که رستم یتیموف با یگان دسته برقرار و استوار دیگر گزارش انجام می‌دهد. از همه مهم آن است که مثل دیگر لگیونرانمان باز دوان به وطن گریزان نشود. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.